داستان ما از روزی شروع میشه که مردی برخلاف سرنوشت خودش ایستاد. مردی از تبار موبدان پارس به نام اردشیر بابکان. اون در معبد آناهیتا در شهر استخر بزرگ شد. در زمانی که امپراتوری اشکانی دیگه قدرتش رو از دست داده بود، اشراف غرق در فساد بودند. مرزهای ایران یکی یکی در حال سقوط و دشمنان از غرب و شرق می اومدن. اردشیر نمیتونست این سقوط رو ببینه. میخواست آتشی دوباره روشن کنه. آتشی که نماد ایمان و قدرت ایران بود. اون با یارانش قیام کرد. از پارس برخاست. شهر به شهر جنگید تا در سال 224 میلادی در دشتی به نام هرمزدگان با آخرین شاه اشکانی روبرو شد، اردوان پنجم. شمشیرها در نور غروب برق می‌زدند، زمین زیر سم اسب‌ها می‌لرزید و وقتی غبار نبرد فرو نشست، اردوان کشته شده بود و اینطور سلسله‌ای آغاز شد که 400 سال دوام آورد و نامش تا امروز در حافظه تاریخ باقی ماند. سلسله ساسانیان. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به کانال من. بریم با هم ادامه ماجرا رو بشنویم. در هر شهر شعله‌ای از آتش زرتشت بالا میرفت و موبدان نام اردشیر رو در نیایش‌هاشون میخوندن. ساسانیان فقط یک امپراتوری نساختن، بلکه باعث شدن یه نظمی در جهان به وجود بیاد. اونها باور داشتن که شاه سایه اهورامزدا بر زمینه، موبدان نگهبانان ایمان هستند و سربازان بازوان آتش مقدس. در پایتخت تازه تیسفون طاق‌هایی ساختند که ارتفاع خیلی زیادی داشتند و در اونها صدای موسیقی هر روز شنیده میشد. جاده‌ها، بازارها و سکه‌های جدید با تصویر شاه جدید ضرب میشد. همه نشانگر این بودن که ایران دوباره زنده شده. ولی همه ما خوب میدونیم که شکوه همیشه دشمنانی با خودش داره. در غرب امپراتوری روم هیچ وقت با قدرت ایران کنار نیامده بود. در زمان اردشیر و در زمان شاپور اول پسر اردشیر نبردهای خونینی شکل می‌گرفت. شاپور مردی تیز با روحیه جنگجو بود و در نبرد با امپراتوری والرین کاری کرد که هیچ کس تا اون موقع نکرده بود. امپراتوری روم رو اسیر کرد. در تاریخ نوشتن وقتی که والرین به زانو افتاد، شاپور پاش رو بر شونه اون گذاشت و از بدنش به عنوان پله برای سوار شدن به اسب استفاده کرد و از اون پس همه دنیا فهمیدن که ایران شکست ناپذیره. با هر نسلی ساسانیان نیرومندتر می شدن. اونها ارتشی ساختن با زره‌های سنگین، اسب‌های جنگجو، منظم و سرسخت و در دل این قدرت دینی شکل گرفت که به همه چیز معنی میداد. آیین زرتشت. حالا شاید اینجا از خودتون بگین که خب آیین زرتشت و دین زرتشت در دوران هخامنشیان و اشکانیان هم وجود داشت. بله، وجود داشته و حتی قبلتر از هخامنشیان هم وجود داشته، اما خب کوروش بر این باور بود که چون کشور از قوم‌ها و اقوام مختلف تشکیل شده به همه اعتقادات احترام می‌ذاشت. اشکانیان هم چون تحت تاثیر حکومت اسکندر بعد از اون اومده بودن و تحت تاثیر فرهنگ رومی ها هنوز بودن، اعتقادات مختلفی بر کشور وجود داشت و اشکانیان زیاد توجهی به این موضوع نداشتن. ولی ساسانیان اومدن و زرتشت رو آیین رسمی کشور کردند. آتشکده ها نماد حضور اهورامزدا در زمین بودند و هر ساسانی باور داشت که باید از نظم مقدس جهان پاسداری کنه، از راستی در برابر دروغ. اما تاریخ همیشه در میان نور و تاریکی در نوسانه. پس از شکوه شاپور دوباره فساد بر امپراتوری رخنه کرد. شاه‌ها یکی پس از دیگری اومدند و رفتند تا روزی که نام جدیدی بر تخت نشست، نامی که بعدها در تاریخ باستان به عنوان نماد خرد و عدالت شناخته شد: خسرو انوشیروان. اسمش رو خسرو انوشیروان گذاشتن، یعنی دارنده روح جاوید. او
با ذهنی تیز و قلبی آتشین تاج را بر سر گذاشت و تصمیم گرفت که امپراتوری رو دوباره بسازد. در زمان او ایران نه تنها قدرتمندترین بلکه متمدن‌ترین سرزمین جهان شد. از هند تا شام بازرگانان در جاده امن ساسانی سفر می‌کردند و در تیسفون فلسفه، علم و هنر شکوفا شده بود. در زمان او دانشگاه گوندی شاپور به وجود اومد که ما به اسم جندی شاپور میشناسیم، جایی که پزشکان، فیلسوفان و ستاره شناسان از سراسر جهان به اونجا می اومدن و حتی کتاب‌های یونانی و هندی اونجا ترجمه میشد. خسرو مردی بود میان ایمان و خرد و به عدالت خیلی باور داشت. اون روزی دربارش رو ترک کرد و با لباسی عادی میون مردم رفت. در راه شنید که پیرزنی داره ناله میکنه و میگه که شاه مگه نمیگن دادگره، پس چطوری داره خراج ما رو 2 برابر میکنه؟ خسرو بعد از اینکه شنیده های زن رو شنید برگشت و فرمانداراش رو صدا زد و به اونها گفت اگر عدالت از این سرزمین برود تاج من هیچ ارزشی ندارد و از اون روز لقبش شد انوشیروان دادگر. اما در پشت این عدالت کم کم سایه های پدیدار می شدن. موبدان قدرت می گرفتن، ثروت دوباره روز به روز بیشتر می شد و فاصله میان شاه و مردم دوباره زیاد شد و بعد از مرگ انوشیروان امپراتوری وارد تلاطم شد و درست در این زمان نام دیگری بر تخت نشست، خسرو پرویز. اون نوه انوشیروان عادل بود. لقبش پرویز بود یعنی پیروز، چون که در آغاز سلطنتش تونست تاج و تخت رو همراه با کمک رومی‌ها به دست بگیره. اما سرنوشتش یکی از تراژدی‌های بزرگ تاریخ ایران. در اوایل حکومتش خسرو پرویز واقعاً شاهی باهوش، هنردوست و مقتدر بود. کاخ‌ها و باغ‌های بسیار مجللی ساخت. به کاخ خسرو در تیسفون موسیقیدانان، شاعران و فیلسوفان رو به دربارش دعوت می‌کرد. گفته میشد که عاشق موسیقی و شعر بود و باربود موسیقیدان بزرگ ایرانی در کاخ او میزیست و کشور در دوران اون از لحاظ تمدن، فرهنگ، پزشکی و علم در اوج بود و در تاریخ اومده که اون به عدالت شکوه دربارش میمالید و در تاریخ اومده که او به عدالت و شکوه دربارش میبالید و خودش رو وارث انوشیروان میدونست. اما بعد وسوسه قدرت سرنوشتش رو عوض کرد. در سال 602 میلادی که امپراتور روم دوست و متحد خسرو بود توسط فاکوس کشته شد و خسرو برای اینکه انتقام دوستش رو از اون بگیره با روم وارد جنگ شد و این آغاز جنگی بود که 26 سال طول کشید. سپاه ساسانیان تقریبا تمام امپراتوری روم رو تسخیر کرده بودند. سوریه، فلسطین، مصر و حتی دروازه‌های قسطنطنیه و در زمان اون ساسانیان از نظر قدرت نظامی به اوج رسیده بودند، ولی همونطور که می‌دونیم به هر اوج رسیدنی سقوطی هم به خودش داره. خسرو کم کم مغرور شد و به خودش لقب‌هایی مثل شاه شاهان، خدای زنده بر زمین میداد و به گفته مورخان او به تجمل، لذت و غرور بیش از حدی روی آورد و در همون دوران اختلاف بین اشراف، موبدان و مردم بسیار زیاد شد. مالیات ها بسیار سنگین شده بودند، ارتش بسیار خسته شده بود و دشمنان کمین کرده بودند و در نهایت رومی ها با رهبری هرکلیوس به ساسانیان ضد حمله زدند و اونها رو شکست دادند. این یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ ایران بود. همین باعث شد که داخل کشور هم شورش بشه. پسر خسرو پرویز، قباد دوم، به علیه خسرو پرویز در اومد و خسرو پرویز رو زندانی کرد و اون رو با تیرهای پیاپی در زندان کشت و بعد از اون طی 4 سال بیش از 10 پادشاه ساسانی بر تخت نشستند و همین هرج و مرج بود که راه رو برای حمله اعراب باز کرد. یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بود. با تاجی سنگین ولی امپراتوری بسیار ضعیف.
اون سعی کرد که ایران رو دوباره با هم متحد کنه، اما دشمنان داخلی و خارجی بر قدرت اون سایه انداخته بودند. تیزفون در آتش فرو رفت، کاخها، آتشکده‌ها و کتابخانه‌های ارزشمند در آتش سوختند. ساسانیان رفتند، اما نامشان، اندیشهشان، آتش جاودانشان همیشه در دل تاریخ زنده ماند. خیلی ممنون که تا اینجا بودین و ویدیو منو نگاه کردید. از همتون خیلی ممنونم. اگه این سبک ویدیوها رو دوست دارین یا حتی اگه من یک کوچولو به دانشتون، به اطلاعات عمومیتون، حتی یه چیز کوچولو بهتون اضافه کردم، خیلی خوشحال میشم. لایک کنید، اگه دوست داشتین سابسکرایب کنید و حمایت کنید. خیلی ممنون که تا اینجا بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.